امشب به این خیلی فکر بکنید. توجه به امام زمان و غربت و آوارگی و طرد شدگیش و توجه به این که تک تک شماها رو داره صدا میکنه که برید تو چادرش. چون امشب مینویسن دیگه. اگه آقا امام زمان دید اسم ما نیست، امشب اون وسط ها یه جوری اسم ما رو خودش بنویسه. خیلی بده، خیلی زشته، خیلی بی توفیقیه که امشب تقدیرات نوشته بشه و اسم من و شما تو اون دوستا نباشه، تو فهرست نباشه. والله بالله تالله امشب مثل شب عاشوراست، مثل شب عاشوراست. والله بالله تالله همین الان هم که امام زمان حاکم بر ماست و فرشته ها و روح بهش نازل میشن، همین الان داره به تک تک شما میگه هل من ناصر یسوع، کسی هست منو از این تنهایی در بیاره؟